عصازنان و نفس زنان وارد بانکی می شود. نفس عمیقی می کشد، کمر راست می کند، عینکش را جابجا می کند و می گوید آقای محترم 30 سال گذشت. عجب 30 سالی. یادش بخیر. تا هنوز به دنیا نیامده بودی. ای آقا، من که ثروتم را اینجا به امانت گذاشتم. حالا لطفاً از آن 265,000 تومان 100,000 تومانش را بده. میخواهم پول تاکسی بدهم برگردم منزل و خسته بودم. بگذریم. طرحی ریختم برای ایجاد مؤسسه‌ای که کار پژوهش‌های ایران شناسی را انجام بدهم. این در حقیقت دنباله کار تلویزیون بود. رفتم گشتم 2 شریک خوب و سربزیر هم پیدا کردم. آنها هم تفلکی‌ها جوان بودند و مثل من اعتقاد داشتند که این کار هم دنیا دارد و هم آخرت. خدمتی است به این آب و خاک و مزد خوبی هم بابت این خدمت میتوان گرفت. ما گفتیم هر سفارشی را برای شناساندن ایران و تحقیق درباره سنن، آداب و رسوم، تاریخ و طبیعت ایران قبول میکنیم. فیلم میسازیم، عکس میگیریم، کتاب مینویسیم، برق فرو میکنیم. به هر حال بهتر از آن است که برویم توی پمپ بنزین‌های ایالات نامتحد ظرف بشوییم. نیست؟ پولهای ما را ریختیم روی هم و رقم ترس‌آفری به وجود آمد. دفتری گرفتیم، کتابخانه‌ای درست کردیم و 10-12 نفر جوان عاشق پیشه را هم جمع کردیم. فیلمبردار، کارگردان، عکاس، محقق و نویسنده، همه‌شان هم رانندگی بلد بودند. این شرط اساسی استخدام بود، چون فکر می‌کردیم که ما در دستگاه کوچکمان قدرت استخدام راننده نداریم. زودباوری و ساده‌لوحی شعار ما بود و ایران پژوه نام مؤسسه ما. آن وقت راه افتادیم و در بدر دنبال استادانی گشتیم که کارشان به نوعی با ایران مربوط می‌شد و با آنها قراردادی بستیم. گفتیم هر وقت سوالی داشتیم و یا راهنمایی می‌خواستیم خدمتتان می‌رسیم و در مقابل راهنمایی‌هایتان پول می‌پردازیم. بیش از 100 استاد هم همکاری با ما را پذیرفتند و اغلب آنها بر این نکته تاکید می‌کردند که چون این خدمتی فی نفس آنقدر زیبا، ارزشمند و شریف است که احتیاجی نیست در مقابل آن وجهی دریافت کنند. پنجره‌های روز کاملا باز بود. آن وقت راه افتادیم به دنبال سفارش. ما مسلم می‌دانستیم که خیلی از سازمان‌ها و مؤسسات به کار و محصول ما نیازمندند و وقتی حس کنند که ما با چه شور و شوق فراوان و توقع کم آماده کار کردنیم، دست رد به سینه ما جوانان وطن نمی‌زنند و چنین نیز شد. اما ناگهان تمامی پنجره‌های روز بسته شد و شب کامل فرود آمد. حقیقت این بود که ما 50 بچه‌های خل و دیوانه‌ای بودیم و احمق به حد نصاب. به ما میگفتن هر کاری راهی دارد. ما نمیفهمیدیم یعنی چه و البته گاهی هم خودمان را به نفهمی میزدیم.